یکی از غذاهای مورد علاقه من از بچگی تا به الان خورش بادمجونه. اینکه چی کار کنیم که بادمجونمون توی این خورش له نشه و مجلسی در بیاد چند تا نکته داره. بریم با هم درستش کنیم. بادمجونا رو پوست میگیریم و داخل آب نمک میندازیم تا ترخیش گرفته بشه. بعد از نیم ساعت خشکش میکنیم و داخل روغن سرخ میکنیم. پیاز رو رنده و داخل کره تفت میدیم. زردچوبه میزنیم و گوشتای تیکه‌ای رو بهش اضافه میکنیم. حسابی که گوشت تفت خورد رو به گوجه رو اضافه میکنیم. بعد از چند دقیقه آب جوش و چوب دارچین هم اضافه میکنیم و میذاریم حدود 1 ساعت و نیم تا گوشت بپزه. تو این فاصله گوجه هم سرخ میکنیم که در کنار این غذا خیلی خوشمزه میشه. بعد از 1 ساعت و نیم لیمو عمونی، نمک و آب قوره هم اضافه میکنیم. 1 ربع که به انتهای پخت غذامون مونده بادمجون رو اضافه میکنیم. زعفران میزنیم و میذاریم روی شعله ملایم تا حسابی جا بیافته. این میشه یه خورشت بادمجون مجلسی و خوشمزه. یه نکته خیلی مهم برای مجلسی تر شدن این خورش: اگه بادمجوناتون درشه حتما به 3 قسمت برش بزنید، چون هم شکیل تره و هم سریع تر پخته میشه.